سلام، خانیا هستم. بازم با یه ویدیو آموزشی دیگه در خدمتتونم. این بار میخوایم تمدید قرارداد اینترنت پرسرعت رو از طریق تلفن همراه با کد دستوری USSD آموزش بدیم. زمان مورد نیاز جهت اعمال این روش بر روی سرویس اینترنتتون حد اکثر 10 دقیقه است. در این روش به یک تلفن همراه نیاز داریم که فرقی نمیکنه هوشمند یا معمولی باشه و یک کارت بانکی عضو شبکه شتاب که رمز دومش فعال باشه. البته به غیر از بانک‌های ملی، ایران زمین، تجارت و سپه. در ابتدا وارد قسمت تماس تلفن همراه میشیم و مثل یک شماره‌گیری عادی کد ستاره 724 ستاره 1585 مربع رو وارد میکنیم. پس از زدن کلید تماس پیغام شرکت پارس آنلاین لطفاً شناسه قبض را وارد کنید مشاهده می‌کنید که در این مرحله شناسه قبض رو وارد کرده و مجدد کلید تماس رو میزنید. پیام بعدی از شما میخواد که شناسه پرداخت رو وارد کنید. پس از وارد کردن شناسه پرداخت مجدداً کلید تماس رو میزنیم. در پیام بعدی سرویس یا حجم مورد نظر رو نمایش میده که در صورت صحت اون جهت تایید عدد 1 رو وارد میکنیم و ادامه میدیم. حالا شماره کارت بانکی رو وارد میکنیم و بعد رمز دوم یا همون رمز اینترنتی رو. حالا جهت تایید نهایی عدد 1 رو وارد میکنیم. در صورت تکمیل شدن عملیات پیام تشکر به همراه کد رهگیری نمایش داده میشه که میتونید این کد رو جهت استفاده در موارد ضروری یادداشت کنید. برای کوتاه‌تر کردن این عملیات میتونیم کد دستوری USSD رو به این روش وارد کنیم: ستاره 724 ستاره 1585 ستاره شناسه قبض ستاره شناسه پرداخت مربع. در پایان لازمه به چند نکته اشاره کنم. شناسه قبض و پرداخت صادر شده تنها برای یک بار استفاده است و برای دفعات بعد باید از داخل محیط اشتراک مجدد این شناسه ها رو صادر کنید. در صورتی که پس از طی مدت زمان لازم جهت اعمال این دو روش بر روی سرویس اینترنتتون تغییری حاصل نشد، میتونید یک بار دستگاه مودم رو خاموش و روشن کنید. ممنون از اینکه باز هم با ما بودید. موفق باشید.